والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. والذین کسایی که یتوفون وفات کرده میشن منکم از شما مؤمنین مرگشان میاد و یذرون ازواجا باقی میمانند خانم ها را 1 تا یا 2 تا یتربصن بانفسهن انتظار بکشن خانم ها به نفسشان 4 اشهر و 10 4 ماه و 10 روز فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم وقتی که رسیدن به وقتشان یعنی عدت پورا شد فلا جناح نیز گناه به بالای شما فيما فعلن في انفسهن بالمعروف در آنچه که انجام میتن خانم‌ها در نفسشان مطابق قانون اسلام والله بما تعملون خبیر الله به اعمالی که انجام میتین خبرداره. خب پیشتر خو ایرا گفت که زنی طلاق میشه طلاق شده حایزه 3 حیض چیز کنه عدتش حالی را میگه که یک زن شوهرش وفات کرد حامله هم نیست چی کنه میگه 4 ماه و 10 روز تیر کنه تا 4 ماه و 10 روز معلوم میشه اگه حامله بود خو ادامه پیدا میکنه تا که طفل به دنیا بیاره عدت دوام میکنه اگر نبود خلاص بعد از 4 ماه و 10 روز تا 4 ماه و 10 روز زیبایی و گپا نکنه آرایش و گپا خود زیبا نکنه بعد از اون بعد میتونه و میتونم که شوهرت توجه کنه یک شوهر دیگه بگیره شوهرش وفات کرد 4 ماه و 10 روز حال شوهرها که میمونن تا 2-3 سال عروسی نمیکنه خب 4 سال 5 سال. والذین یتوفون منکم والذین یتوفون یعنی با مو زنهایی که میمورد شوهرایشان میمورد چی بکنن و شوهرها را باقی میمانند ای یتربصن یعنی یمکثن وقت تیر کنن انتظار بکشن در عدت 4 اشهر 4 ماه و 10 روز 10 روز این حداد است یعنی ترک زینت است و این حکم بغیر حامل است هرچی حامله که است وضع حمل است دلیلش در سوره طلاق است و اولات الاحمال الله در قرآن میگه صاحبای حمل زنایی که حامل است اجلهن وقت عدتشان چیست ایضاعن حملهن که همون طفل خدا بانن به دنیا بیارن طفل که به دنیا آورد باز خلاص میتونه عروسی کنه این بین میزناست. سابق ما را میگفتن کسی که شوهرش وفات نمیکنه عدتش 3 ماه و 3 روز و 3 ساعت و 3 نه چند 3 دیگر هم یک جد من ایران میماندم 3 قضیات هست کجا شد یعنی هم 3 حیض بوده خلاص یا 3 ماه این باز 4 ماه را میگفتن که 4 ماه و 10 روز و 10 ساعت و 10 ثانیه و 10 چی و این قدر دیگه هم زیادش میکنن من میگفتم از کجا شد این قدر دیگر زیاد کردن پس آن دیدم که گپ هم پیرا زنای کم پیرا و بی بیا بوده سابقا از پیش خود گپ میزدن فاذا بلغن اجلهن هر وقتی که رسید بلغن یعنی این قضت عدتهن عدتشان تمام شد فلا جناح علیکم گناه نیست به بالای شما ای اولیاء ای برادر می خانم پدرش ده چی گناه نیست فیما فعلنا ده اجازه دادن از برای زینا که انجام بتن فی انفسنا در نفسشان بالمعروف یعنی برای ازدواج کردن چیزی که مباح است خود زیبا بسازن والله بما تعملون خبیر الله به اعمالی که انجام میتین خبردار است میبینه و جزایتان میتگه بد کنین اینا لباس شما حق ندارین که از ازدواج مانع کنین همین عدت پورا شد خود جور کنه برای عروسی. خب شوهر که مرد 4 ماه و 10 روز میشه در خانه شوهرش باشه اکثر میره میگه در کجا عدت تیر کنه در خانه شوهر اگر امکاناتش نبود با بیا خانه پدر عدت که پورا شد دیگه امو کسی که امو خانواده ای که این خانم پیش از او بود هیچ تصرف در این نداره حق نداره خلاص کل اختیارات مطلق پیش خودش حتی پدرش در اختیار نداره برادرش اختیار نداره که بگه ایره بگیره نگی خودش میتونه مستقل خود به نکاح بده در این بار اتفاق است برای دخترای باکره بدون ولی نکاح نمیشه به دیگران میشه الایمو احق بنفسها رسول الله صلی حدیث صحیح مسلم است که بیوه کس حقدار به نفسش است کی را میگیره اینا یک دیندار ها بدین بود میتونه بگوید دیندار آمد میگه ایره میگیرم میگفته نمیتونه کی را نگی اینا همی دختر در خانه پدرش و برادرش آمد همی که شوهرش وفات کرده اگر فامیلای همو برادرش آمد خواستگاری دلش شد بگیره نشد نه حال خود دختر که شوهرش میموره همی زن میراث چی میشه و خانواده میشه اولاداش هم میراث شد
خود ازیام شد. قرار او را نگاه کرده تو این یک ظلم دیگه از افغانستان. ما یک جای بودیم در منطقه ما، باز یک کسی شوهرش وفات کرد، مجاهد بود از مسابقه، بعد از جنگای داخلی مرد که وفات کرد. باز گفتن که زنش باشه به ایورش میتیم و ایورش خورد بود، بینیش کشال بود، 7 ساله خیلی بازی میکساتری. گفتن شوهر آینده تو این نیست. زن این 30 ساله بود، 32 ساله، بازی بینی از را پاک میکرد، روش میشش که کلان شوه، بزرگ نمور که جو لغمان میرسه. میگه شوهر آینده ماست بیچاره. و همی فامیلام میگه که تو مربوط امو هستی، فامیلام همی تو میگن، فامیلین فامیلام همی طور میگن که این طور است این طور است. این سوال کردن شیر دادن به طفل دیگر بدون اجازه شوهر جواز دارد؟ نه دیگه، اگر شوهر اجازه نده، ما گفتم شوهر اجازه بده، میبینه که ضرورت است، اگر نداد هیچ. استخوان را بدن پاک کردن درست است یعنی بله، استخوان حلال باشه بله، چرا؟ ثواب هم داره. شنیدیم پیامبر فرمود استخوان به برادران نجیدنی بگذارید، نه پاکش کنی، خود او گوشت استخوان نمیخوره جن، خود استخوان هم استفاده میکنه. ای را پاکو باز استخوان بان، استخوان خوردن هم میشه. اگر کسی جنوب با صبح خیز و آب نباشد تا که آب بیاد با گرم کند نماز قصد میتونتم، بله آب نباشه میفهمه که کتاب یک وضو کنم غسل کنم مریض میشم، غسل کنه، چی کنه؟ تیمم کنه و نماز خدا بخونه، بعد از او باز آب که پیدا شد باز غسل کنه. فهمیدین؟ یک سوال بود. این حال در اینجا گفتیم که پس خانم ها مطلق اختیار به خودش، اینمی ظلم هم شما از بین ببرید. زن شوهرش وفات کرد، بیاد خانه پدر، هر کسی را که میگیره دیندار، شما هم قدر دینداریش مداخله کرده میتونه، دیندار باشه دیگه میتونه کی را انتخاب کنه. حالا خو یک زن شوهرش مرده قماندان است، زن قماندان بسیار در مصیبت است بیچاره. این بیچاره خانه پدرم آمده یا موجه است، میایه یک قماندان دیگه میایه که این را ازدواج کنه، نمیمانه. تو زن فلانه قماندان بودی، او بسیار غیرتی بود، حال ما تو را نمیمانیم، تو روسی نکن، بیشی میگه. با اسکر خو یا نمیتن، با خورزابط یا نمیتن، قماندان هم بیا نمی، با مولوی خو هیچ نمیتن. این مولا میگه چی قماندان بود؟ نه. حال بازو بیچاره یقین کنین در منطقه و قریه ها زنا و فحشا میکنه، بسیاریش میکنه. زن تقاضا داره 4 ماه و 10 روز، 4 ماه و 10 روز هم به می خاطر است که مهرش حملش معلوم شد چطور است. دیگه حکمت هم داره، یک حکمتش هم است. ولی حالی تو نمیشه که توسط چی ماشین معلوم کنی بگوی حمل نداره خلاص شد، نه این تو نمیشه. یکم تا میگه اگه حکمتش همین باشه که 4 ماه و 10 روز طفل است، حالا خب ماشین میگه پیش از آن معلوم میکنه، در 3 ماه معلوم میکنه حامله است نیست که نیست، خیلی بره دیگه. نه در این جریان هم عدت پسان آیت بیان میکنه اگر کسی خواستگاری غیر مستقیم بکنه میتونه تعریض بکنه دیگه، همین وقت که پوره شد نکاح کنه. حال زنها را اکثرش میگن که یک خدا یک تا، شوهر یک تا، همین که مرده خلاص دیگه زن نگی، میشینه و بیچاره در مصیبت ها میفته. همین فرهنگ هم افغانی جاهلیت و فرهنگ که زن میراث بردن جاهلیت است. حالا این گپا باید مبارزه کنیم ما شما. اینجا هم حقوق زن الله بیان میکند. والذین ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حلیم. ولا جناح علیکم نیز گناه به بالای شما فیما عرضتم به در آنچه که تعریض میکنین اشاره میکنین به آن من خطبة النساء از خواستگاری زنها او اکننتم فی انفسکم یا پنهان میکنین در قلبهایتان در فکرتان همی است که همی زن بخیر عدتش تیشه امیر ازدواج میکن در دلت است. علم الله و انکم ستذکرونهن میدانست الله که شما اینا را یاد میکنین یعنی در قلب یاد میکنین. ولكن لا تواعدوهن لیکن وعده نکنین با این زنها سرا پنهانی الا ان تقولوا قولا معروفا مگر اینکه سخن نیک و شایسته بگوین بر اینها. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله قصد نکنین عقد نکاح تا اینکه برسد کتاب
کتاب یعنی امو عدتش اجل و دم وقت مقررش و علموا ان الله یعلم ما فی انفسکم بفهمین بدانین که الله میداند آنچه که در قلب های شماست فاحذروه از الله بترسین و علموا ان الله غفور حلیم یقین بکنین که الله بخشاینده و حلیم بردبار است صبرناک است زود جزا نمیده. حالی الله متعال در این آیت ای را بیان میکند که یک کسی در جریان عدت چی میکنه؟ امیزنه خواستگاری ایتو غیر مستقیم میکنه، تعریض میکنه، یعنی برش میرسانه که من خواستگارت هستم اینید، ولی به زبان نمیگه. ولا جناح علیکم گناه نیست بالای شما ای مردها فیما عرضتم دو سخنها و گپایی که عرضتم تعریض میکنین پیش میکنین من خطبت النساء خواستگاری زنها، سخنهایی که خواستگاری زنهاست. کدام زنها؟ زنهایی که شوهرش وفات کرده در عدت است، به طریقه تلمیح اشاره نه تصریح. عبدالله بن عباس مثالش گفته چه قسم که قول الرجل یک مرد میگه وددت ان الله یسر لی امرأة صالحه، آرمان دارم که الله برای من یک زن صالح نصیب کنه. یعنی تو میگی او در جریان عدت است، هنوز 4 ماه و 10 روز نشده. تو یک جای میبینیش یا بر زنای دیگه میگی که وفات کرده و من یک زن صالح میخوایم، ای تو میگی. و این النساء لمن حاج، زنها در حاجت من، یا ما می تو یک زن میخوایم بسیار خوب زن بوده، ما عروسی دلم است مثل امیره، خودش نمیگی، بازی زن به او زن میرسانه، اینطور گفت فلانی، او میگه خب صحیح شد، در ذهن اینجا مانده خب باش اگر دلش بود تو نه میشه کار. فهمیدیم؟ خطبه و خواستگاری یک قسم. اگر خود زن در یک جای میبینه میگه ما رأیت مثلک من النساء، مثل تو آره یک زن صالح من ندید، بسیار خوب زن هستی، الله تو را نیک داشته باشه. ما زنم وفات کرده یا تصمیم دارم که نکاح بکنم ولی مثل تو آره زن خوب ندیدم، اینی گپم میرسانه که دلش بین می آدم است. اینی جایز است. اگر می گپا گفت اینجا پدرها و بیادرها که خبر شدن از این گپ سوتره گرفته سر از اون نرن، چی گفته بودی؟ او بیچاره را پیش بزنی تو هنوز در عدت هست تو نمیمانی چپک کنن بزنن. نه اینجا جهالت افغانی هم میتوست خبر شد که خواهر من تو کده دنیا را سرش چه حال میکنن. نه الله میگه ای کار نکنین. خب فيما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم، یا پنهان میکنین، گناه نیست پنهان کنین در نفسایتان از رغبت ازدواج، در دلت ماندی که تمی ازدواج میکنم ولی تا که در عدت هست حرام است، حرام گپ نمیزنی، نکاح یا ارتباط نامشروع نمیگیری که تش گپ دی و قصه کنی، یا بعضی اگم کار دیگر هم میکنه با عدتش که تمام شد توبه و حرام است، حرام. علم الله انکم ستذکرونهن، قد علم الله بدون شک الله میفهمید انکم که شما مردها ستذکرونهن زود سینا را یاد کنین فی انفسکم در نفسایتان ولا تصبرون صبر نمیکنین از اینا، الله از اینا حرج دور میکنه ولکن لا تواعدوهن یادشان کنین لیکن وعده نکنین سرا به پنهانی نکاره الا ان تقولوا قولا معروفا مگر به طریقه تعریض سخن نیک بگوین اشاره بکنین که شریعت برتان اجازه داده. در وقتی فرهنگ بود امی زن که شوهرش وفات میکرد وقت آماده بود مرد برش چند تا که عروسی کنه، زنم با آماده بود با عروسی، حتی امی زن طلاق میکرد عاجل 5-6 نفر برش نکاحش آماده بود. حالی که طلاق میکنه هیچ، زن شوهرش مرده هیچ، زن هم دیگه چی میگه دلم سرد شده از شوهر. چرا سرد شد؟ یک شوهر داشتم و مرد، حالا خود زیاد است دیگه، ای تو نکنی. نه بیخی دل سرد شده یادم میایم او قسمی نبود دوران. خب حالا اینی فرهنگ افغانی قسمی است، خب که مرد از شوهرش دیگه گپ خلا، حتی میگه شوهر نمیکنم. ولا تعزیموا عقدة النکاح، ولا تعزیموا یعنی لا تعقدوا، عقد نکنین، قصد نکنین عقد نکاح را حتی یبلغ الکتاب اجله، تا اینکه برسد این مکتوب عدتش در وقتش، تا که عدت پوره نشده قصد نکنین، صرف در دلت بگی عقد نکاح را بسته نکنین، یا لا تعتقدوا عقد نکاح را بسته نکنین. و علمو بدانین ان الله بدون شک الله یعلم میداند آنچه که در قلبهای شما است، فاحذروا بترسین از عذابش.
ای تو کار نکنی که عقد بکنی یا رابطه نامشروع برقرار کنی. و علم ان الله غفور حلیم، یقین کنین الله بخشاینده نهایت بردبار است که گناه را می بخشه. زود در دنیا جزا نمیته ولی جزای تا میته. پس حکم طلاق الله در اینجا بیان میکند. پس ما و شما فهمیدیم که تعریض کردن اینا، ما و شما که نمی فرهنگ چیز کنیم بسیار خوب است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. لا جناح علیکم، نیست گناه با بالای شما ای شوهرها، ان طلقتم النساء، اگر طلاق بتین زنها را، ما لم تمسوهن، مادامی که جماع نکردین به امرایشان، او تفریضوا لهن، یا مقرر نکردین از برای زنا فریضة یک مهری، و متعوهن، و بهره و منفعت برشان بتین، علی الموسع قدره، به بالای سرمایه‌دار به اندازه توانش، و علی المقتر، و به بالای فقیر قدر و به اندازه توانش، متاعا بالمعروف، یک بهره و منفعت مطابق قانون عرف، حقا علی المحسنین، ثابت است لازم است به بالای نیکوکارا. و این طلقتموهن، اگر طلاق دادین شما زنها را، من قبل ان تمسوهن، پیش ازی که به امرایشان یک جای شوین، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که مقرر کرده بودین از برای زنا یک مهری را، فنصف ما فرضتم، پس واجب است به بالای شما نصف آنچه که تعیین کردین، الا ان یعفون، مگری که زنها عفو بکنن، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا عفو بکند آن کسی که به دستش عقد نکاح است، و ان تعفو، اگر عفو بکنین، اقرب للتقوا، بسیار نزدیک است به تقوا، متقی میشین. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنین، ترک نکنین فضیلت در بینتان. ان الله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین میبیند، اعمال شما را میبیند. در این آیت الله متعال حکم کسایی را بیان میکند که طلاق میشود پیش از اینکه جماع با امرای شود و پیش از اینکه مهر تعیین شود. یا خانم کسی ازدواج کرد مهر برش تعیین نکرده، میتونه طلاقش بده. یا خانم ازدواج کرد با امرایش جماع نکرده، استفاده نکرده، میتونه که طلاقش بده. ولی اگر طلاق داد منفعت و بهره برش بده. منفعت و بهره باز براتون میگیم که یک جور لباس یا یک چیز برش بده. و اگر پیش از این که شما یا خانم به امرایش استفاده جنسی کنین، بعد از نکاح طلاقش دادین در حالی که مهر تعیین شده بود، طلاق دادین، باز در این صورت الله میگه نیم مهر واجب میشه، مگر اینکه شوهر عفو کنه نیم دیگه شام بده، یا خانم عفو کنه نگیره. اگر عفو بکنین یک دیگه را، به تقوا نزدیک است. یعنی انسان میتونه که میشه که یک کسی ازدواج بکنه و بعد از ازدواج هنوز با امرای خانم یک جای نشده، مناسباتش خراب شد و طلاق بده. میشه یکم دفعه میتو سر یکم چیز جنجال میکنن، نه سر برنج و سر میگپا نکاح هم شده و سر می خوراک و نان اکثر دمی و طلاق اینجا جنگا میشه، یک دفعه جنگ زدنک میشه. او میگه من هم میتو من طلاق میگیرم، میگه این تو خلاص این مسئله طلاق مطرح میشه، طلاق میده، میگم جنجال میشه. جایز است الله میگه. و از این فهمیده میشه که یک زن بدون از که مهرش تعیین شود میشه نکاح شود، نکاح شود بدون تعیین مهر. لا جناح علیکم، نیست به بالای شما ای شوهرها، ان طلقتم النساء، اگر طلاق دارین شما زنها را، ما لم تمسوهن قبل المس، مادامی که شما مس نکردین. از مس هدف جماع است. الله الفاظ مؤدب بیان میکنه. و او تفریضوا لهن فریضه، ما لم تفریضوا، این عطف به بالای تمسو، لم تمسو لم تفریضوا، و تعیین نکردین شما، مقرر نکردین بر زنا فریضه، یعنی یک مهر، مهرم تعیین نکردین، نکاح کردین مهر تعیین نکردین، پس میتونین طلاق بتین.
ممنوع نیست وقتی که مصلحت باشه یا ضرورت باشه. یا پیش از جماع کردن میشه به یگام تا یگام گپ برسه، هزار گپ از دیگه، مثالایش نمیگیم. یک ضرورت پیدا میشه، یک مصلحت پیدا میشه، نکاح کده طلاقش میده، نکاح کده به امرش یک جای نمیشه. و متعوهن علی الموسیع قدره متعوهن و علی المقتر قدره. متعو یعنی یک بهره و منفعت برشان بتین، با بالای کسی که توانایی داره به اندازه توانش، کسی که نداره به اندازه توانش. متعه، حکمت در ایجاب متعه. متعه یک جور لباس که امو تکلیف طلاق از غم طلاق از خانم دور بکنه، اینی را میگن. روی ان الحسن بن علي متع زوجته ب10,000 درهم فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق وسبب طلاقه إياهما. روي أنه لما أصيب علي كرم الله وجهه وبويع الحسن بالخلافة قالت له لا تهنك الخلافة يا أمير المؤمنين، فقال يقتل علي وتظهرين الشماتة، اذهبي فانت طالق 3. حسن ابن علی میگه به خانم خدا که طلاق داد 10,000 درهم برش داد. 10,000 درهم پیسه نقره است، بسیار. در 200 درهم زکات چی میشه نه؟ 10,000 برش داد. بازن برش گفت که متاع قلیل، یک پیسه کم است. من حبیب مفارق، دوستی که جدا شد. این در برابر جدایی بسیار کم است. کم میشه یک جور لباس، دو جور میترس، یک جور لباس برش بده. طلاق داد یعنی جماع که استفاده نکند مستحقه. و محرم تعیین نکرده، یک جور لباس یک چیز برش بده، یعنی می طلاقی که او میته و این چیز برش میته یک چیز است، یک دلش خوشحال میشه، اما غم طلاق از او کم میشه، از او خانم. میگه 10,000 درهم داد، گفت کم است. سبب طلاقش این بوده که علی کرم الله وجهه را که شهید شد با امرای حسن بیعت شد، ایزن گفت که خلافت برات مبارک باشه امیر المومنین. این قار شد علی، گفت که یعنی پدرم کشته شده و تو خوشحالی میکنی که من خلیفه شدم، گفت برو طلاق باشی. بازی همو چادر خودم میگه دور داد خانمش و ششت تا اینکه عدتش پوره شد، با 10,000 برش روان کرد. باز میگه گفت 3 طلاق داده بودش. باز خبرش که دادن گفت برای طلاق داده، گفت اگر مرا 3 طلاق نمیداد، وقتی که قاصد آمد برش گفت که تو را 10,000 روان کرده ولی طلاق داده، 3 طلاق داده. باز گریان کرد، گفت اگر مرا 3 طلاق، این خانم گریان کرد. با علی گفت، حسن گفت اگر من 3 طلاق نمیدادم رجوع میکردم، ولی 3 طلاق یک جای نداده، جدا جدا برش دادگی، در 3 وقت 3 طلاق داده شد. یکم دفعه انسان همی تو قارش میاد اینا. این متعه، یعنی متعه کم از کم یک جور لباس، اگر یک انگشتری میته، گوشواره میته، هر چی که میته، یک چیزی که خوشحال شد. متعوهن، اینا متعه بتین، منفعت و بهره بتین. علی الموسیع قدره، علی الموسیع یعنی کسی که توانایی داره، سرمایه دار، به اندازه خودش هر چی که هست. این ایجا حسن رضی الله عنه پیسه زیاد داشت، 10,000 داد، یعنی میشه کم هم شد. و علی المقتر، و کسی که مقتر است یعنی فقیر است، قدره به اندازه توانش چی کند بته. متاع بالمعروف، و این بهره است مطابق قانون اسلام، یعنی یا مطابق عرف، عرف چقدر که است. حقا علی المحسنین، لازم است به بالای نیکوکارا. بعضی میگه که اینمی متاع مستحب است، حقا یعنی ثابت است. بعضی میگه واجب است که یک چیز برش بته. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. خب متعه به خاطره که وحشت خاطرش از بین بره، یک چیز برش میته. حال الله این زنی را بیان میکنه که جماع نشده ولی مهر تعیین شد. مهر تعیین شد، پیش از اینکه به امرش یک جا شود طلاق میته. اینجا چطورست؟ اینجا الله میگه که اگر که استفاده از اونا کرده، نیم مهر باید برش بده. و این طلقتموهن، اگر طلاق دادین زنها را پیش از جماع کردن، من قبل ان تمسوهن، و قد فرضتم، در حالی که شما
تعیین کرده بودین از برای ازی مهر را، مهر مایه مقرر کرده بودین. فنصف ما فرضتم، واجب است به بالای شما که دفع کنین بتین به این نصف مهری را که تعیین شده است از برای زنها. زیرا طلاق پیش از جماع است، اما اگر جماع کسی کرد باز کل مهر لازم میشه، تمام میشه. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که جماع چی که می خلوت سیئه شد، خلوت سیئه که خانم شوهر جدا شد، چیزی ممانعت نبود، خلاص میگه اینی مثل که جماع کرده، کل مهر سرش لازم میشه و خودی زنم چیز میشه مثل بیوه واری. الا یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، مگر که عفو بکنه تی خانم، یعنی می حق خدا ببخشد، بگه نمیگیرم همین نیم مهر. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا عفو بکند آن شخصی که به دست از او عقد نکاح است. این کی است؟ بعضی میگه شوهر عفو میکنه، عفوی که نیم دیگر هم برش میده. یا ولی از او اگر طفل خورد دختر خورد میباشه ولیش عفو میکنه، میگه نمیگیرم نیما، طلاق که دادی برو، میگه پیسه از خودت باشه. پس قول اول که شوهر باشه، زیاد علما ابن جریر طبری میگه که شوهر عقد نکاح به دست از او است و عفو میکنه، نیم دیگر هم برش میده. و ان تعفوا اقرب للتقوى، اگر عفو بکنین، خطاب عام مرد و زن است، ای مردا و زنای مؤمن نزدیک است به تقوا، شما را به تقوا نزدیک میکنه، یعنی تو بخش در بینتان بخشش باشه. طلاق آمده دشمنی نکنین. ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش ترک نکنین ای مؤمنین احسان را، فضیلت در بین یک دیگه تان. یعنی نشود که طلاق سبب جدایی شما، سبب دشمنی نباید شود، باید همون محبت قومی، خویشاوندی دینی ایمانی باید حفظ باشه. خیر از طلاق شد فامیلا دشمن نشن، خانم با شوهر، شوهرم با خانم، من حیث یک خواهر دینیش باقی میمانه و این من حیث یک برادر دینیش باید باقی بانه. این حال در افغانستان اینطور نیست. قبلا هم براتون گفتم روابط خویشاوندی اینا نباید قطع شود، ولی قطع میکنن. اگر بچه کاکا و خاله و عمه و این گپا بودن، خواهر یا بیخی دشمنی میشه، طلاق داده. الله میگه فضیلت، احسان، نیکوکاری، خویشاوندی، اخوت و برادری دینی، خواهری دینی، این را فراموش نکنین، این را ترک نکنین. طلاق بیاید دیگه. ان الله بما تعملون بصیر، الله با اعمالی که انجام میتین بصیر میبیند، یعنی بیناست، میبینه شما را که شما چی میکنین. حال الله متعال این را بیان میکنه چون که موضوع نکاح بسیار دراز شد، جنجالای نکاح و طلاق واقع میشه، نشوه که نماز فراموش کنی. نماز بسیار مهم. در این وقت که طلاق میه و خانوادگی جدایی میشه، میگه نماز ترک نکنی. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. حافظوا علی الصلوات، محافظت کنین به نمازها، خصوصا نماز درمیانه. و قوموا لله، استاد شوین از برای الله، قانتین فرمان بردار. فإن خفتم فرجالا او ركبانا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر ترسیدین شما فرجالا، پس پیاده و سواره نماز بخوانین. فإذا امنتم، هر وقتی که به امن شدین، فاذكروا الله، یاد کنین الله را، کما علمکم، قسمی که الله تعلیم داده شما را، ما لم تکونوا تعلمون، چیزی را که شما نمیفهمیدین. مناسبتش بسیار روشن بود که یعنی مسئله طلاق نکاح یک بار در نماز رفت، هیچ ارتباط داره؟ براتون گفتیم که قبلا احکام خانوادگی، رابطه بین خانم و شوهر بیان کرد، بسیار حکمت ها داشت. طلاق، نکاح، عفو، بخشش، اقسام طلاق، کینه و این گپا پیدا نشه. حال میگه این مصروفیت نکاح شما را از نماز نوش کرده باشه، نماز نمانه. مصروفیت در طلاق، بسیاری حالی که نکاح میکنه، نکاح در روز چاشتی که هست نکاحش و شب نماز نیست، نه چاشت است، نه دیگر است، نه شام است، نه خفتن است، عروسیست. میگه نماز نمیخوانی، میگه عروسیست. این ظالما با در نماز جمعه میگیرن، جمعه را میلا میتن، نه اما نانا در روز جمعه، نکام در روز جمعه. همین خاطر ما میگیم روز جمعه نگیره، اگر میگیره مشکل است که مردم در خطبه و یا برسه، خودش هم در نماز میره، نمیره، 50 100 تا دیگر هم نمیبره. نه تا یک ملا را دیدم به نام ملا مولوی، خب نان وقت داد 11:30 بجه، گو مردم نماز جمعه میره. 12 و 12:30 خلاص شد، مردم برآمد که در نماز جمعه بره. چی میگه؟ کجا میرین؟ نکاح است.
گفت کجا بریم نماز میخوانیم؟ نه نکاس بشینیم. خیره جمعه ریلا بتیم. مولوی دور داد مردم از نماز جمعه. دیگه این خود نماز جمعه یا خواه است. اولش دمی جمعه برگزار کردن نکاس این نیست. وقتی که میفهمی مانع میشه طبعا میشه. گناه یک مردم در گردنت میگیری. آشپز یا 20 نفر کار میکنن. دوم خب وقت نکاح که شد خود عروس عروس 6 تا گیس اونجا نه. او خیلی نماز نیست. او یک چیزا در جانش هست و لباس هم چندان لباسی نیست نه. اما تو 6 تا. دیگر میشه خوی شام دیگه اونجا 6 تا گیس. گاهی در سلمانی داخلش میکنن گاهی در جای گاهی دیگه چیزی جورش میکنن. و دیگر هم نماز نیست، شام هم نیست، خفتن هم نیست. حتی بعد از اینکه شب تیر میشه میگه 3 روز عروس شار خدا بخشیده نماز. این تو میگم چرا نماز نمیخوانی؟ ما خود شاه و عروس هستیم. شاه و عروس در غضب الله گرفتار شدی. شاه و عروس که شدی خود نعمت است. سپاسگزاری نعمت باید زیاد نماز بخوانی. تو غیر از اینکه جماعت اینها خود کار خودم یادم آمد تعریف نمیکنم. یک جای نکای خودم که بود همی دیگر بود. نکارم بسته کردن یک رفیق ماورده بودم. گپ زد یه ذره زیر تاثیر آمد. خب بالاخره خودم کار جور کردم. بعد از او همین نکاح بسته شد. گفتم وقت نماز است. استاد شدم کلگی سایل داره. شاستی میگه بشی. گفتم بیا جماعت کردیم. دیگه پشتم استاد شد. حتی پیشین بره در جماعت چاش بره صبح وقت بره. اگر شاه صبح وقت در مسجد بیا مردم میگه تو شاه نیستی. چرا شاه نیست؟ شاه هست. آمده در نماز. این چی فرهنگ بدی است. چرا نماز نمیخوان؟ طلاق این گپا خوشم بیخی دیگه نه؟ بیا بریم در نماز یا خانم بگوی چی میگی مرا طلاق داده چقدر مصیبت است تو میگی نماز بخوان. رسول الله صلی الله علیه و آله در مصیبت نماز میخوان. هر مصیبت عاجل در مسجد میره. مصیبت آسان شد. نماز که نخواندی خود دیگه هم در غضب الله گرفتار میشه. در مصیبت عبادت، در خوشحالی هم عبادت. الله به می خاطری را یاد کرد کشدار برای مؤمنین که در طلاق مصروف شدین جنجالای طلاق نکاح نماز یادتان نره. نماز فراموش نکنین. حافظو محافظه چی را؟ مداومت بکنین. مداومت 5 وقت با وقتش بخوانین. الصلوات تمام نمازها 5 وقت نماز. و صلات الوسطی خصوصا نماز درمیانه. وسط هر چیز بهترینش. یعنی نماز بهتر نماز خوبه. این را اعلانتین. هر وقت با وقتش بخوانین. محافظت در نماز فرض است. خب کسی یک وقت نماز میخونه دیگه وقت یا قضا میشه و نمو آیتی که از به اتفاق مفسرین درباره این مردم است که فویل للمصلین هلاکت باد از برای نمازگزار الذین هم عن صلاتهم ساهون کسایی که نماز خدا بے خبر و غافل میشن. اینیم کسایی که یک وقت میخونه و 4 تا نمیخونه 4 تا دیگر خوان شام میمونه. اینی فویل للمصلین هلاکت به نمازگزارا. و قوموا لله قانتین استاد شوین از برای الله فرمانبردار. قنوت در لغت مداومت میگه. اینجا هدف دوام است. خشوع است، خضوع است. یا مریم اقنتی لربک الله میگه مریم اقنتی یعنی عبادت الله را بکو خشوع و عاجزی بکو. و قوموا لله قانتین استاد شوین از برای الله مداومت بکنین به عبادت و اطاعت با خشوع با خضوع و در نمازتان خاشع باشین و ساکت باشین. گپ نزنین. یکم تا از اینجا میگه که قانتین به معنای ساکت باشین آرام باشین. میگه میره فیدین کس آرامی را از بین میبره نکنین میره. خدا میگه الله گفته که قوموا لله قانتین. چرا تو میکنی؟ یا جاهل هستن. خب خیلی چرا داولی قسم کردی نکن تو استاد باش نه؟ زبان تام شور نتی هیچ خدا شور نتی. قانت خامیش قرار استاد باش. رکوع نکو سجدام نکو. ازش کم خود گپ میزنن. دلایل استدلالای میکنن. قانتین فرمانبردار اطاعت کننده باشین یعنی با خشوع با خضوع با حضور قلب استاد شوین.